امروز 10 اسفند ما اومدیم رالی خانوادگی شرکت کنیم برای اولین بار، ببینیم به چه صورت میشه. ایستگاه داریم و ایستگاه رو بگم. بگو. ایستگاه اول روبروی شهرداری روبروی، ایستگاه دوم آقا ولی دست درد نکنه. آقا ولی چی دادن؟ پول دادن. اینم باید 100 تومن پول نقد. میتونی بدی بارم. اینو بگیر فیلم بگیر. آره میگیرم. ایستگاه یکی به آخر. دستن در کاران خسته نباشید آقا. اونم کاروانسرا با قدمت 2000 و خورده ای سال. بابا چطوری؟ بارم بگی من یه سری توضیحات بدم. امروز اومدیم دهم اسفند ماه 1403 آخرین روزهای سال اومدیم یه آفرود خیلی خوب انجام بدیم. البته آفرود که نمیشه گفتش، یه رالی خانوادگی به خانواده اومدیم و ایستگاه آخرمون هم دیگه نزدیکه، بریم ایستگاه و بعد انشالله بقیه ماجرا. مشتبه قطعش کن. شروع شد؟ بله. خب باران دیگه پایان مراسم هم اینجاست. ما رسیدیم. هم تعداد ماشینای شرکت کننده رو میبینیم. بسیار بسیار. بده امضا کنه. واقعا این شبیه اسماعیل نیست. یه مقدار شبیه. این اولین دوره رالی خانوادگی بود که برگزار شد. کم و کاستی بود ولی درست میشه در آینده. ان شاءالله تجربه بیشتر میشه. ان شاءالله بتونیم باشه. بقیه ماشینا رو هم میتونی بگیری. اینم رفیق من بود. جایزه پایین واسه کیه؟ آها اینجا با خانم تعریف شد. خانم ماشین توی جیرایی نداره. تقویت نمیخوای بشه. چطور بود داداش؟ راضی بودی؟ نه اولش میگم 10 نفر من جایزه دادم، بعد میگم قوی جایزه چی نیست؟ باشه خب ما اینجا چه فکریه؟ از این زاویه بگیر بیفتن بی خودت بگیر تو بسر زیاد نمیتونم. آره لبامی جای توی اون قلب من لبامی میزنی برداری با همه فرق میزنی چشمک واسه یه ستاره تلایی من واسه میگیرم دستاتو آروم میشه. سه هیئت
موتورسواری و اتومبیلرانی بخش‌هایی که معرفی کردم خدمتتون و همچنین شرکت عمران شهر پرند که متقبل تمامی زحمات ما توی امر برگزاری مراسم اختتامیه بودند. تشکر ویژه همه عزیزان دارم یک مقدار توی وقت پرند و تقدیر تشکر ویژه از دستاندرکاران فنی و اجرایی برنامه، هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان رباط کریم، نصیرشهر و پرند. سپاسگزارم. اگر عکس یادگاری چیزی میخواید داشته باشید از بانوان عزیز. و اما نفرات برگزیده رالی در قسمت آقایان 3 نفر برتر، بنا به دید هیئت داوران جناب آقای محمد امین سفری رو تشویق بفرمایید. تبریک میگم بهتون جناب آقای سفری عزیز. باز هم شرکت جی تی به نمایندگی جناب آقای محمدی که توی مراسم حضور دارن پگ‌های ویژه که خستگیتون در بیاد خدمتتون ارائه میدن. و اما نفر دوم جناب آقای علی داوری. از تیم راشکلاب. بله، تیم راشکلاب هم خودروهای استان گیلانشون تشریف آوردن، هم خودروهای استان تهرانشون تشریف آوردن. و اما نفر برگزیده سوم جناب آقای پیمان مهمان دوست. تشریف بفرمایید آقا پیمان رو. پسر ادب و اخلاقمون هم هستش که آفرود سوارن و یکی شرکت کنندگان خیلی خوبمون بودن. تبریک میگم به هر سه عزیز بزرگوار. برای عکس یادگاری داشته باشید از نفرات برگزیدمون. بله، آقا احمدزاده اون لیست بقیه بچه ها رو هم بدید. و اما تشکر ویژه‌ای دارم از دکتر علی موسوی که از اورژانس پرند در خدمت ما بودن. بفرمایید جناب دکتر موسوی. خودشون از ماشین اسپورتی ها هستن، پسر ادب و اخلاق شهر. جی تی از شما بابی بده. چه شماله تو؟ نه حالا من میریم خونه بهم میدیم. جناب آقای بیگی عزیز مسئول ماشین اسپورت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهر پرند. بله، دعوت میکنم از جناب آقای وحید سعادتمند مسئول آفرود هیئت هستن و همچنین یکی از شرکت کنندگانمون بودن که کلی زحمت کشیدن. آقا وحید الان یه خورده وزنش رفته بالا، تو عضو تیم ملی والیبال هم بودش، الان دیگه باید به رشته قدرتی پاور و اینا شرکت کنه. آقا وحید دست درد نکنه. آقا وحید گل، آقا سعادتمند عزیز، نماینده محترم ناجا در راهبر سگ و سوال. دیگه جانی برو بشکن.
حالا میخواد عقب بیاره مواظب باش. نرو. آقا ولی قبول نیست همه رو تو گرفتی ها. حسین اینم یه قهرمان چجوریه؟ آقا من اینم تو رفتن نیست حسین. این چیه؟ به خانمت گفتی اول شدم؟ آره گفت اول شدم از نصیر آباد. آره